Hey guys، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. اینجوری واردش بشیم. خب بچه ها، من دیگه حرف نمیزنم تا 1 دقیقه اینا، تا شما خودتون بازی به صورت تند ببینید، بعدش هم توضیح میدم. مثلا حال بازی جنگیه که البته هممون اینو از توی تبلیغاتش میدونیم. خیلی 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 آسونه و وسطش هم تبلیغات زیادی نمیاره و کلی شخصیت و کلی زمین بازی هم داره. شما میتونید سطح انرژی که دارید و سطح خشمی که دارید رو ببینید و البته وقتی حرفتون رو بکشید اسکلتتون حرف میزنه و خیلی باله و وقتی هم برنده میشید همچین چیزیه. من چون که نباختم، تازه شروع کردم ولی تا حالا نباختم، نمیدونم که چی میاره وقتی میبازید، ولی و توی صفحه اصلیشم که گاف صندوق رو باز میکنم. دیدید تو تبلیغ پسرخوانده میگه آیفون 13 و چه میدونم آیفون ساعت و اینا برنده میشید؟ اونا چجوری برنده میشید؟ مثلا از بین کارتا باید انتخاب کنید یا چی؟ اگه میدونین لطفاً برام تو کامنت ها برام بنویسید که منم بدونم. کارتاتون رو ارتقا بدید و الانم که دشمنتون همشون میاد همشون حرف میزنه که من صدا رو قطع کردم، ولی شما خودتون میتونید برید اون بازی رو بریزید و بفهمید که چجوریه مثلا صدا اینا. اما خیلی باحاله، مثلا مخصوصا این ننجون که خیلی باحاله. شما شخصیت مورد علاقتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. من که ننجون، چون که خیلی بامزه است و هر کدوم از این سطح هایی که برشون خط کشیدم یه سطح انرژی از جدول آبی رنگ کناریش که آبی رنگ سطح انرژی رو دارید در اون لحظه نشون میده. و شما نمیتونید حرکتی رو انتخاب کنید که با اون سطح انرژی سازگاری نداره. یعنی مثلا شما نمیتونید حرکتی رو انتخاب کنید که 5 انرژی داره وقتی که فقط خودتون 2 انرژی دارید. و حالا حرکات خشمگینانه حرکت آخره، یعنی آخر همه حرکات همه کاراکترها را اومده که الان براتون دورشون خط میکشن. همونجوری که میبینید یه جدولمون بالا داره که دورمون براتون خط کشیدم. این میزان خشم شماست و شما نمیتونید حرکتی رو انتخاب بکنید که یعنی اون حرکتی هایی که آخر سم اومده نیاز به 100% خشم داره. شما نمیتونید اون رو انتخاب کنید در حالی که مثلا برای مثال 28% خشم دارید. و بعد از هر سری بازی، حالا نمیدونم وقتی خیلی میرید جلو همینطوری هست یا نه، چون که من خودم خیلی نرفتم جلو تو این بازی، اما توی همین مرحله اینا اونا بعد از هر سری بازی بهتون جایزه میده، یعنی صندوق میگه که توی هر کدوم از این صندوق‌ها 6 تا کارت. باید بگم که بعد از نگه داشتن روی هر کارتی میتونید سطح، یعنی میخوام توضیحات اون قدرت رو ببینید یا اون حرکت رو یا اون مهارت رو، و با نگه داشتن روی کاراکترهای دشمنم میتونید توضیحات اونا رو بخونید. یعنی با نگه داشتن روی کارت‌ها و کاراکترهای دشمن میتونید توضیحات اونا رو بخونید که الان نشونتون دادم. و اینکه وقتی کاراکترتون میمیره خصوصیات و قدرت‌های اون حرکاتی که اون شخص انجام میدادم که طبیعتاً با خودش میره و دیگه شما نمیتونید کاری انجام بدید. و بعضی از این مهارت‌های این بازی مثلا مثل همین بمبی که الان براتون دورش خط میکشم، وقتی روش ضربه میزنید همون لحظه که پرتابش میکنید و میخوره به زمین نمیترکه و حالا شما باید بازی کنید تا 5-10 دقیقه دیگه، 5-6 دقیقه دیگه، دقیقا نمیدونم چند دقیقه بعدش میترکه و اینجوری نیست که همون لحظه بترکه. و همونجوری که میبینید وقتی داره یک کاراکتری تو بازی صحبت میکنه براش یه علامتی میاد بالای سرش که حالا نمیدونم در حین بازی من دیدید یا نمیدید. بچه دیدید الان حالا دورش هم براتون خط میکشم و اون علامت میاد که و اینکه وقتی میکشیدشون یه دفعه تبدیل به قبر میشن و آره. و شما نمیتونید میزان انرژی گروه مقابلتون رو ببینید، اما میتونید میزان خشم اون رو در این قسمتی که براتون دورشون خط میکشم ببینید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. عشقتونم خیلی زیاد. اگه تا اینجا ویدیو همراهم بودید و ویدیو رو دوست داشتید لایک کامنت سابسکرایب بگوید. در گل بغل چندیش بزنید که ویدیو باشید اولین نفر باشید که ویدیو ما رو ببینید. سیو و شیر هم که یادتون نمیره ایده خبرتون توی کامنت برام بنویسید اگه تونستم انجام میدم. و تا ویدیو دیگه بای گای.